و فرود برمیگردیم روی همون فای سولی و آخرین گوشه از این هست که امروز با هم اجرا کنیم. فا لا سول سی لا سول سول فا سول فا می فا. اینو باید دوبار اجرا کنیم. میتونیم رو فایی که ایست کردیم و دوبل اجرا کنیم. روی لا سول فا لا سول سی لا دو سی ره دو می ره ره دو دو سی سی لا سی لا سی سی دو ره دو ره. بعدی نوت کمتر دو دو سی سی لا سی لا سول سول لا سی لا سی سی دو. بعدی نوت کمتر سی دو سی لا سی لا سول سول فا سول فا سول فا. پس این قسمت میشه اول میتونیم آرشه‌های جدا اجرا کنیم. فا لا سول سی لا دو سی ره دو می ره ره دو ره دو سی دو سی لا سی لا سی دو سی دو ره دو ره دو ره دو سی دو سی لا سی لا سول سول لا سی لا سی دو سی دو سی دو سی لا سی لا سول سول فا سول فا سول فا. اول آرشه‌ها جدا، بعد که تو دست جا افتاد آرشه‌هاشو مثل خودش تنظیم کنیم. میتونین چند روز اول حتی همون جدایی که با هم زدیم اجرا کنیم. فا می فا سول می فا ره می دو ره سی دو لا سی سول لا فا سول فا سول لا سی لا سول فا سی لا سی سی دو لا سی لا سی سول سول لا فا سول فا سول فا فا سول لا سول فا سول لا سول لا سی لا سول سول فا سول فا سول فا. و این هم از دستگاه سگا. توی همه ویدیو قبلی گفتیم، بازم تاکید میکنم که تمام این ویدیوها بنا به درخواست اون دسته از عزیزانی هست که دسترسی به معلم و کلاس ندارن، وگرنه هیچ گونه ادعای پشت هیچ کدوم از این فیلم‌ها وجود نداره. امیدوارم که بزنید ما تونسته باشیم خدمت کوچیکی به شما عزیزان کرده باشیم. اگر سوالی بود، ایرادی بود، احساس کردید کمکی از دست ما برمیاد، با شماره تلفن‌های اول ویدیو یا با موبایل خودم 912 218 61 97 تماس بگیرید. با کمال میل در خدمت شما خواهم بود.